بگم آقا یه یارو بوده زبونش میگرفته میره داروخونه میگه دودود مدود دارید. یارو میگه چی؟ میگه دودود مدود. میگه چیه؟ میگه همون یه دهده بوده میدننش. میگه والا من نمیفهمم چی میگی، بذار همکارمو صدا کنم ببینم اون میفهمه چی میگه. همکارش میاد میگه چی میخوای آقا؟ میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدننت. میگه چی؟ میگه همون یه دهده بوده میدننت. میگه والا منم نمیفهمم چی میگی، بذار بگم رئیس داروخونه بیاد، اون دیگه همه داروها رو میشناسه. ازم به حضورتون که رئیس داروخونه میاد میگه چی میخوای عمو جون؟ میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدننه. میگه والا من نمیفهمم چی میگی، بذار یه کارمندی دارم توی آبدارخونه عین خودت حرف میزنه، اینو بیارم شاید این بفهمه چی میگی. یارو میاد میگه تیمی دای، میگه دودود مدود. میگه دندم دای، میگه دوتا. میره اون پشت دست کنه یه چیزی میاره میده یارو میره. رئیس داروخونه میاد به کارمندش میگه آقا این چی میخواست بگو، لااقل این دفعه اومد ما بتونیم چیه تو نبودی بهش بدیم بنده خدا رو. میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدننه. میگه من که نمیفهمم چی میگی، برو فردا بیار ببینم چیه این لامصب. میگه نداریم، 2 تا دادیم دادم بود.